نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر در کودکی از شوق دل دست پسر گیرد. با امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد. درود عزیزان بینندگان، مردم سخاوتمند، مهاجران و تاجیکان سربلندی روی جهان. امروز زنگ های تلفنی و درخواست برادر گرامی قدر ما علی سمیف ما را وادار نمود که مهمان خاندان او شویم و از حال و احوال دخترچه بیمار او که طول چند سال است بیمار است و با کمک ما و شما نیاز دارد از نزدیک با خبر شویم و از حال و احوال او پرسان شده. و امروز خواهرک عزیز ما مریم بانو با کمک ما و شما برادران نیاز دارد و بیایید اوید بیماری او هم صحبت می شویم با مادر او. خب مادر عزیز، مریم بانو با همین بیماری مدت چند سال است که گرفته؟ از کی بود؟ 8 سال شد. 8 ساله است از اون که به دنیا آمد بیماری بود. چی بیماری است؟ نام بیماریش؟ روتا بودیم چند همین قربولو بودیم، میگربو بودیم، گیماگیونش گفتن. بعد قربولو مراجعت کردیدن، دکتران چی میگویند؟ چه هم گیماگیون چند هم توش نرسیدن. شفا نیافت؟ نه. با خارجه نبرده؟ با هندوستان بودیم. با هندوستان بردید. کدام سال بودین؟ سالی 2019. 2019 بردید. چی گفتن دکترها؟ تبابت میشود بیماریش؟ گفتن که میشود که خودمان خودش نمیدونم. یعنی امروزها برای دوباره بردن به هندوستان امکانیت و شرایط ندارید. از روی شنیدی من سال 2019 بردید به هندوستان، یک مدت تبابت گرفتن و باید که بعد از 6 ماه باز می بردید، اما از سبب اونی که من همین بیماری کرونا ویروس اومد سرحدها بسته شد و مخصوصا در هندوستان این بیماری به نهایت اوج گرفت. بینندگان عزیز، نتوانستم که مریم بانو رو دوباره برم و برای معالجه کردن، برای پره شفا یافتن مریم بانو مبلغ خیلی زیاد لازم است. خود شما میدونید که به هندوستان رفتن و طبیبان بهترین اونجا هستن، معالجه کردن مریم بانو مبلغ کلان لازم است. از این رو من این تمام حجت هایی که مریم بانو در چندین بیمارخانه های وطنی و خارجی از تشخیص طبی گذشته است همهشون هستند. شما یگان گمانی بد نکنید، این بار اول است که ما چنین برنامه رو میکنیم بینندگان عزیز و همه این حجت ها من مهر امضای هر یک دکتری که مریم بانو رو معالجه کرده است اینجا آورده شده است و تمام عکس های رنگینی و تموگرافی که هستن من ببینید که برای مریم بانو چقدر تموگرافی زیاد کردن. هر کدام اینها فکت و دلیل اون هستند که در حقیقت مریم بانو امروز با کمک ما و شما برادران عزیز، نفران خیرخواه، تاجران، مهاجران، اون نفرانی که امکان کمک کردن رو دارن دلیل است و حدیث پیغمبر است که از عیادت بیماران و کمک کردن به بیماران این یکی از سنت های پیغمبر است و اون نفری که از در بیمار وارد می شود از او خبر می گیرد و سهم خود را می گذارد در نامه اعمال او نوشته می شود. و با شما چی گفتن دکتران؟ باید که کی باز به هندوستان روید؟ خیلی دوام داد 3 بار که گفتن که بیارین خیلی نه. شما یک بار توانستین بودین؟ یعنی امکان دارد که مریم بانو رو پره معالجه کنن شفا یابد. می توانید همون جای بیماریش رو به مخلصان نشان دهید، به نفرانی که در حقیقت میخواهند که به مریم بانو کمک کرده باشند؟ یون نمیشه و درد میکنم میگریست درد میکنم پشتم خیلی
دیگه چیکارش نمیکرد. دیگه چیکارش نمیکرد. از خوردی هم به همین بیماری گرفتار بود مادر زو. یعنی امکان هست که این رو بسیارشی درک کرد، درک پیدا کرد. میخوادش پیستون. و بینندگان عزیز کرای روشتای بود. میکنی پشتای. یعنی این رو گمان میکنم که به جراحی نیاز دارد. باید که در خارج جراحی شود و امکانی در تاجیکستان معالجه کردن چنین بیماران نبوده است. بینندگان عزیز، بله. مریم بانو صنف چند میخوانید؟ صنف 2 میخوانید. به مکتب میروید؟ اول میرفتید حاضر نمیتونید؟ از سببی که بیمار هستید نمیتونید. برادران عزیز، خواهش میکنم که به من کمک کنید. انشالله در حق شما دعا میکنیم. خداوند از شما راضی باشه. بله. السلام علیکم برادران عزیز، خواران، پدر و مادران. امروز مریم جان ما بیمار است و کمک شما احتیاج دارد. سهم خود را برای مریم جان دریغ نذارید. خداوند خیرتون را قبول کند. و برادران عزیز، نفران خیرخواهی که میخواهند برای شفا یافتن مریم بانو کمک کنند و باید گفت که مریم بانو رو باید که در نزدیکترین فرصت باید به کشور هندوستان برند و دوباره باید که جراحی کنند و برای گذراندن جراحی او مبلغ زیاد لازم است و ما باوری داریم که شما برای شفا یافتن این کودک معصوم و این خواهرک عزیز ما سهم خود را میگذارید. و نفرانی که به مریم بانو کمک کردن میخواهند ما در پایان نوا رقم تلفن و رقم کارت او را میگذاریم و تلفن ها 985 78 22 78 933 78 22 78 و کارت ملی از بانک اسخط به نام علی سمیف اینجا هست برادران. رقم یون 50 58 27 04 20 17 94 25 و کارت ویزا از خود همین بانک به نام علی سمیف 44 39 19 00 20 11 65 07 و در زیر نوار رقم هر دو کارت ها گذاشته می شود و اینچنین رقم تلفن شما می توانید که با پدر مریم بانو به واسطه در تماس شوید و آید بیماری او هم صحبت شوید و اینچنین نفرانی که می خواهند از خارجه به مریم بانو کمک کرده باشند با ان همین کارت ها می توانند که کمک خود را رسانیده باشند. و بار دیگر تشکر میگویم به شما برای آنکه سهم خود را برای چنین نفرانی که واقعا هم برای دستگیری احتیاج دارند میرسانید. ما باوری داریم که در نزدیکترین فرصت نفران خیرخواه کمک خود را سهم خود را برای شفا یافتن مریم بانو میرسانند. با هر یک شما سلامتی، خوشبختی و تمام خوشی های زندگی را تمنا میکنیم. خدا حافظ.